آموزش کیک بوکس از 0 قسمت 1. 90% آدما گارد بوکس رو از همون اول اشتباه یاد میگیرن. فاصله پاها تقریباً به اندازه عرضشونه. پای راست به اندازه 1 قدم میاد عقب. پای راست. اگه چپ گاردی، پای چپ. پای راست به اندازه 1 قدم میاد عقب. 45 درجه به سمت داخل، این پا هم 45 درجه به سمت داخل. تو همین حالت دست چپ روبروی صورت، دست راست دست عقب کنار فک یا چونه. آرنج ها هم باز یا بیرون نباشه، زیادم داخل نباشه. موازی هم نزدیک بدن. سر رو هم به سمت پایین تا جایی که میتونیم تو چشم‌ها یا صورت حریف نگاه کنیم. کتفا و سرچونه ها هم کمی بالا. زانوها کمی خم، خشک و صاف هم نمی ایستیم. نگاه مستقیم تو صورت حریف یا سر حریف، فقط به بدنش خیره نمیشیم. اشتباهات زیادی که انجام میدن اینه که دستا میاد پایین، به سرشونه به سمت پایینه یا سر بالاه، یا اینکه پاها پشت هم قرار میگیره. باید توی گارد پا تعادل حفظ بشه.